بچه‌ها مواظب باشید. بچه‌ها مواظب باشید. هموطنان عزیز، آقای شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. آقای جوانرو، همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست. بعد از 15 سال دوری از وطن حضرت آیت الله خمینی هستند. هواپیمای شرکت هواپیمایی ایر فرانس که حامل حضرت آیت الله خمینی و همراهان ایشون هست، بعد از چندین دور که بر بالای باند فرودگاه مهرآباد زد، لحظاتی پیش بر روی باند فرودگاه مهرآباد به زمین نشست. اونطور که به نظر میاد، امیدوارم دوربین تلویزیون بتونه خیلی واضح‌تر تصویر رو نشون بده تا گفتار من، حضرت آیت الله خمینی از پلکان هواپیما به پایین اومدن و مورد استقبال گروهی که شخصا به پای پلکان هواپیما رفته بودن قرار گرفتن که اشاره میکنم از میان ایرانیانی که در اینجا حضور داشتند، آیت الله پسندیده برادر گرامی ایشون در اون جمع بودن که شخصا به داخل هواپیما رفتن و به دنبال حضرت آیت الله خمینی به پایین اومدن. همراهانی که پیشاپیش آیت الله خمینی وارد سالن شدند، لااقل برای ملت ایران نه نمیده ماشین نره از خبرنگاران که تونسته بودن خودشون به باند برسونن، با توجه به تصاویری که گرفتن از حضرت آیت الله خمینی، با سرعت تمام به سالن مراجعت میکنن تا بتونن در جریان این چگونگی ورود ایشون به سالن قرار بگیرن. من هم با اجازه تماشاگران و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران عازم سالن میشم تا بتونم در جریان پخش این مراسم تماشاگران رو